خیلی علاقه‌مندم که نظر شما رو درباره تئوری استیون هاکینگ بدونم که میگه خدا وجود نداره. اجازه که مذهب رو از خدا جدا بکنم. من به اصلا مذهب اعتقاد ندارم، هیچ نوعش. به خاطر اینکه فکر میکنم که یک وسیله میشه که تو یهودی باشی من مسلمان باشم، تو مسیحی باشی این بهایی باشه، اون یکی بودایی باشه و همه رو اصلا دیگه جدا میکنه. من به اون دلیل به مذهب اعتقاد ندارم. خدا هم اونجوری که توی مذهب ها تعریف شده و زمین رو آفریده، جهنمی وجود داره، بهشتی وجود داره، به اونا به اعتقاد ندارم. ولی باز متاسفانه این لغت به فارسی نمیدونم، شاید بتونی کمکم بکنی. من spiritual هستم. spiritual یعنی عرفانی هستم و یک چیز خارج از خودم عقیده دارم، ولی نه توی چارچوب مذهب و اونجوری که خدا رو دیفاین کردن. ببین که خیلی از چیزایی که برای بعضیا اینقدر عجیب و غریب میاد که باید حتما یه شخص ثالثی اینا رو به وجود آورده باشه، برای 98% اونا علم میتونه جوابگو باشه که چه جوری این شد. اون خالق نمیخواد. کره زمین چه جوری به وجود اومده، خورشید چه جوری به وجود اومده، ستاره ها فلان، اینا رو از لحاظ فیزیک میشه کاملا توضیح کرد که این چرا اینجوری شده.